حين ولدت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض السلام خدمت برادر عزیز انصاری صاحب و خدمت تمام کارمندان این شبکه توحیدی. خدا کنه خوب روغ و جور باشین. و احمد عزیز افغان هستم از تورنتوی کانادا. با شما ما تماس گرفتیم. فقط میخواستم یک تبریکی برای این آخوندهای رافیزی بگویم که با بسیار زحمتی که اینا کشیدن در وطن ما در افغانستان متاسفانه نتونستن با اون امیدهای دل خود که کلش شرکی بود و الحمدلله ما با چندی که خیلی اوگار هستیم و خیلی به اصطلاح 35 سال 40 سال میشه ما در درد هستیم، مگم سر با همه مشکلاتی که ما داریم، مگم بازم با برادران مسلمان سعودی و با برادران خود یک جا هستیم و حمایت کردیم. و این برای شما که خیلی زحمت 13 سال آخر شما کشیدین، مگم اونمو آیت خداوند جل جلاله که میگوید که کسی که مکر میکند که او الله میگه که من مکر زور در مکر بزرگ به اصطلاح خودش در مکر خود خرق میشه و قطعیت دیگه انشاءالله که ما شما خداوند پاک ما شما را همه را هدایت بده. ما در برنامه دیگه هم به شما زنگ زده بودم در مورد می قبر حضرت علی رضی الله تعالی عنه. پرسیدم در مزار شریف ولایت باقی قبر است، این آیا واقعیت از حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست یا نیست؟ اگر هست می بسیار کوتاه معلومات بدین و اگر نیست ها میتونید بگین فتوا بدین که او را به اصطلاح چاپ کنه یا بسته کنه یا به اصطلاح که تا به نسل های آینده نقص یا زیان در مورد توحیدشان نرسانه. دیگه انشاءالله امید صحتمندی میخوام. انشاءالله تا تماس بعدی خداحافظ شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر. برادر عزیزمون از کانادا، نه خیر، این قبری که اونجا منسوب به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است دروغی است که ساختن. یک آدمی خواب دیده، در خواب دیده که حضرت علی بهش گفته که بیا اینجا در فلان زیر فلان تپه اینجا قبر من هست. بعد میرن اونجا باز میکنن، میبینن که اونجا تابوتی هست، حالا چیزی که در تاریخ ذکر شده. بعد رو تابوت هم یک تخت سنگی نوشته که هادا قبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. یعنی یک دروغی ساختن، یک دروغی بافتن فقط به خاطر جمع کردن پول، به خاطر خالی کردن جیب مردم. برید امروز ببینید در اونجا که یک عده، یک مشت مفتخور، یک مشت انسان‌های لاابالی و فاسد در اونجا جمع شدن، فقط جیب مردم رو دارن خالی میکنن. انسان‌هایی که نه از دین خبر دارن، نه از قرآن خبر دارن، نه از سنت پیامبر خبر دارن. دروغ بیش نیست. و حتی قبر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که امروز ادعا میکنن در نجف هست، این قبر هم بر اساس یک خواب بنا شده و آنچه که واقعیت داره، قبر ایشون مخفیانه پسرانشون از ترس خوارج که اونا عادت داشتن که اجساد مسلمان ها رو از قبر بیرون میکردن، آتیش میزدن، اهانت میکردن، پنهانی دفن کردن و چون در اون زمان به قبر و به این گنبد و بارگاه کسی اهمیت نمیداد، تا سالهای سال پنهان بود این قبرها، تا اینکه میگن در خواب دیدن که کسی گفته که والا قبر سیدنا علی در اونجاست. اکثر این گنبدها و بارگاه ها رو به دنبالش بگردین، در پشت سر یک خواب است. آقا فلان پادشاه خوابی دیده، فلان شخص خواب دیده، فلان پیر خواب دیده، فلان آیت الله خواب دیده و بر اساس خواب ما نمیتونیم دین خودمون رو بنا بکنیم. یکی از نکات جالبی که بیننده از کانادا بهش اشاره کرده بودن این که 30-40 سال حکومت ایران پول خرج کرد، برای آخرش هم غیر از حسرت و اندوه و در چیزی درو نکرد. این واقعیتی است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بهش اشاره میکنه. دوستان اگر این صفحه رو نشون بدن، میگه ان الذين كفروا، کسانی که کافر شدن مثل این آخوندا، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، اموالشون رو مصرف میکنن توسط کمیته امداد خمینی، توسط خانه های فرهنگ، توسط کنسولگری هاشون، توسط سفارت خانه هاشون، توسط سپاه پاسدارانشون، توسط لشکر قدسشون، توسط نوکرا و دست نشانده هاشون. اما الله سبحانه و تعالی میگه مسیر اینا چیه؟ فسینفقونها، اینا که مصرف میکنن، ثم تكون علیهم حسره، بعد از اینکه مصرف کردن غیر از حسرت چیز دیگری به دست نمیارن.
ثم یغلبون، بعد اون شکست میخورن، مغلوب میشن. چه زیبا میگه الله سبحانه و تعالی. آمریکا میلیاردها خرج کرد در افغانستان بعد از حکومت طالبان که دین مردم افغانستان رو بگیره. شما رو به خدا امروز التزام دینی در افغانستان زیاد شده یا کم شده؟ هزاران مرتبه بیشتر شده از زمان طالبان. زمان طالبان مردم به زور نماز میخوندن، از ترس نماز میخوندن، اکثرشون از ترس حجاب میکردن، از ترس میومدن در محافل دینی شرکت میکردن، از ترس ریش میذاشتن، از ترس حجاب میپوشیدن. اما امروز میبینیم که بعد از این که میلیاردها خرج کردن، غیر از حسرت چیز دیگری بر دل خودشون و نوکرانشون نمانده. مردم روز به روز دارن به طرف اسلام، به طرف قرآن و به طرف سنت پیامبر حرکت میکنن. بعد از این حسرتی که در دلهاشون میمانه، ثم یغلبون، بعد از اون شکست میخورن. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، و این کافران و کسانی که کافر شدند به وسیله کمک به اینها، به وسیله همکاری با آنها، مسیرشون چی است؟ الی جهنم یحشرون، در جهنم فرستاده میشن و در اونجا محشور میشن. این سرنوشت هر کسی است که برای جلوگیری از اسلام، جلوگیری از قرآن، جلوگیری از سنت پیامبر پول خرج بکنه، چه ایران باشه، چه آمریکا باشه، چه شوروی و روسیه باشه.